دوستان، من امیر که رفتم اومدم امروز ساخت ماب فارمو بهتون یاد بدم. گفتم برای اینکه اولین ویدیو منه میخوام ساخت ماب فارمو یادتون بدم. شما هر بلاکی که میخواید و بردارید، فقط بلاک هایی که نور دارن و بر ندارید. من خودم کابلستون برمیدارم، پلنک هم میتونید بردارید. برای ساخت ماب فارم باید یک 4x4 بسازید. یه 4x4 قشنگ باید بسازی که وسطش مثل تصویر 4 تا خالی باشه. بعد به غیر از این بلاک باید به اندازه 18 بلاک بریم بالا. بهتره که برای ساختن این 18 بلاک با بشمورید، وگرنه اگه 18 بلاک بشه 17 یا 19 مابا میمیرن و نصف ایشونو میدن و امکان لوت دادنشون خیلی کمتره. ولی اگه کمتر از 17 تا بلاک هم شه، 17 تا هم شه، بیادتر میمیرن، دیرتر میمیرن. خب بریم بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. خب حالا ما یه در بر می‌داریم و یک محفظه اینطوری می‌سازیم. یک بلاک اینجا. خب در رو که بذاریم اینجا میشینیم تا درمون درست. خب ما وقتی در باز میکنیم میبینیم که درست شده. درسته من استوب کردم تا بسازم، ولی خب ببینید اینجا ما یه بلاک کمتر میذاریم چون که میخوایم از اینجا به اندازه 8 بلاک غیر از این بلاک 8 بلاک بیایم عقب. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب ببینید اینجا یه بلاک میذارید. نه، میتونید یه بلاک اینجا نذارید، مثل من بردارید و این 2 تا بلاک رو بکنید. به هر حال باید ارتفاع اینجا باید 2 بلاک باشه. خب میچینیم بیاید تا اینجا. همینطوره اینجا را میچینیم و همینطور اینجا و اینجا. چنین شکلی میشه. برای هر طرف هم باید همین کار انجام بدیم. حالا چرا 8 تا بلاک؟ چون که وقتی ما بیایم و برای اینکه ما رو بیفتن توش یه بلاک بذاریم، این یه دونه آب باید بذاریم اینجا. بعد میبینید که تا اینجا میاد. حالا من اشتباه کردم، ببخشید دوستان. شده 9 بلاک. اون بلاک اولیه رو که گفتم حساب نکنید، حساب کردم. خب از اینجا اگه بذاریم میبینید لب اینجا وای میسته. باز میریم توی اینجا ها رو میکنیم برای قشنگتر شدن. اینا اینجوری. حالا دوباره میریم توی اینجایی که ساختیم و در رو میبندیم. حالا میشینیم. خب بچه ها دیدی؟ یه نکته بگم در مورد اینجا. ما نمیتونیم از این 3 تا بلاک استفاده کنیم. بیکن که عمرن کسی تو سروایول ازش استفاده. گلوستون و
لنتر. ما بلاک های معمولی میخوایم که نور نداشته. ببینید اینجا نباید این آبه از اینجا بیاد پایین. اگه من خودم 2 ساله که ماینکرافت بازی میکنم خیلی اشتباه کردم در ساختنش، برای همین یه ذره بد شد و دوباره از اول مجبور شدم بدونم. اگه دیدید مثلا آبه یهو از اینجا اومد پایین بدونید اشتباهه و باید اونو بردارید و درست کنید، یا آب اشتباه گذاشتین یا جایی که میسازین. مثلا من الان آبش اشتباه گذاشتم و از اول درست کردم. حالا برای مرحله بعدی باید ما برداریم و اینجاها رو ببندیم. اینجاها رو که ببندیم باید بعدش مرحله بعدی اجرا کنیم که اون مرحله مهمترینش، وگرنه ما فرم شما کار نمیکنه. قشنگ باید اینجاها رو درست کنید، وگرنه اگه یک سور آخر باز باشه تا نور بیاد تو، چه از بالا چه از پایین اشتباه کنید. اینجا رو نگاه کنید چنین چیزی شد. همینم باید برای هر 4 طرف اجرا کنید. من دوباره میرم اینجا درم میبندم، حالا میشینم. خب از اینجا پا میشیم و میبینید که درست شد. اون بخش مهمی که میگم اینه که میاد از اینجا یک طرف دور به دلخواه هر طرف دور باشه، فقط آهنی نباشه چون که با خیلی دکمه باز میشه و ما میخوایم همیشه باز بمونه. طرف دورا رو به صورت این ور میذاریم اینجا و برای اون وریره این قسمت هم همین کاره. حالا چرا طرف دور میذارم؟ چون که ما با ماینکرافت این رو به عنوان یک بلاک میبینن. خب ما بازش برای هر 4 طرف باید همین کار کنیم. پس میاد اینجا و در رو میبندیم. خب در رو باز میکنیم میریم تو. باید برای هر 4 طرف این طرف دورا رو بذاریم جوری که حتی این لبه هم به هم وصل شد. اگه یه دونه طرف دور باز باشه ممکنه یه ماب اینجا گیر کنه. شبکت میفته اینجا برای یه دونه کریپر که میبینید اینجاست. برای اینم همین اتفاق افتاد. پس من خودم این کار کردم، پس لطفا حواستون باشه که هیچ طرف دوری باز نباشه. خب دور از ماجرا حالا باید ما بر دیوار بریم. ببینید قد همه مابای ماینکرافت برای همه مابای هاستایل 2 بلاکه. البته بعضی از مابا رو نمیدونم ولی مابا 2 بلاکه برای ما. پس ما هم 2 بلاک میذاریم. این بلاک رو انقدر میذاریم دور تا دورش تا دو بلاک باشه. با ارتفاع این دیوارمون 2 بلاک باشه. میکشیم. اینو دیگه نمیخوام برم تو AFK کردن و این کارهای تو اینم میخوام جلوی خودتون بسازم.
اگه دلتون میخواد من اینو تو سروایول بسازم لطفا لایک و ساب کنید. اگه به 5 تا ساب و 5 تا لایک برسم من اینو تو سروایول میسازم. اگه به 10 تا برسم هم لایک هم ساب به 10 تا برسم تو هاردکور میسازم. و اگه به 100 تا لایک برسم اینو یک قسمت هاردکور میذارم که عمرم بتونم دوام بیارم. خب بچه دور از ماجرا این دو تا بلاک دیواره ها رو گذاشت. حالا ببین ماب فارم چند نوع ماب فارمه. یک کریپر فارم، 2 ماب فارم. ماب فارم هم کریپر میده هم زامبی، ولی کریپر فارم فقط برای کریپر. برای چیزای مثلا فایربورک و TNT از کریپر فارم استفاده میکنه. البته میتونید از ماب فارم هم استفاده کنید. خب ببینید برای کریپر فارم چون که مثلا 2 تا اسپانگی کریپر رو چیز بیارم، این یک چیز زامبی. بچه دوباره بریم تو AFK. خب اینجا برمیگردیم. خب بچه ببینید تو خوب نگاه شاید نمیدونم. حالا بچه ها نگاه کنید قد کریپر یک اسلب کمتر از یک زامبیه. پس برای فارم کریپر باید اسلب بذارید. بچه ها منطقه ماینکرافت رو نگاه کنید. الان از هر 4 طرف شیشه است و خورشیدم اینجاست ولی نمیسوزه. ولی اگه این بلاک رو بردارم میسوزه. حالا منطقه نجدا از بحث سقفش رو هم اگه خواستید کریپر فارم باشه با بهتره کریتیوا دارم از آیرون ترپ دور بردارید، چون که وقتی که دارید میچینیدش هیچ چیزی برای بستن نمیشه. ولی اگه تو سروایول میسازید با طوری نیست ولی طول میکشه. ولی خب ترپ دور عادی هم میشه. حالا من چون که طبق ویدیو که گفتم ماب فارم میسازیم. اینم نمیخوام AFK کنم میسازم. راستی بچه ها شاید بفهمید الان من که ماینکرافتی بازی میکنم. ماینکرافت بدراک که روشیه. برا همین هر کی تو اینجا میبینید مال بدراکه. بعضیاشون هم مثل ماب فارم اینا برای جاوا که کامپیوتر میشه، ولی خب بیشتر اینا برای بدراکه. اگه یک ویدیو برای فرق بین جاوا و بدراک میخواید حتما تو کامنت ها بنویسید. اگه 10 تا کامنت در مورد فرق جاوا و بدراک میخواید باید بیشتر از 10 تا باشه تا من ویدیو رو بذارم. اگه نه که مثلا برای هفته دیگه شاید بذارم. ماینکرافت هاردکورم که گفتم 100 تا ساب. خب بچه ها ببینید همینطوری باید بسازید. اونجایی هست که گفتم AFK یا اونجا رو میتونید ترنوعی هر جا که دلتون میخواد بسازید. چون که ما برای
ما فارم باید AFK کنیم تا ما با اسپانشن رو بیفتن تو اینجا. پس لطفا اگه انجام نداد یعنی که شما AFK نکردین و هیچ مشکلی ما فارم نداره. من یه ویدیو میخواستم بگیرم تو جهان اصلیم ولی از بس ترکیده و خراب بود نتونستم بگیرم. خب ببینید چنین چیزی میشه. یادتون ببینید الان اینجا یه دونه اسکلتون اومده میکشیدش رو بلاکای گفتم که نباید بذاری باش میکنم اینا رو مثلا میتونید برای تزیینات اینجا بذارید. خب من میخوام اول اسمم رو بسازم. دیگه هیچ کی حق نداشته باشه، هیچ مابی حق نداشته باشه اینجا. راستی بچه اگه هر کی بخواد بسازمش تو ماینکرافت بسازمش بهم بگه که تو ماینکرافت بسازمش. این ورژنی هم که بازی میکنم ماینکرافت 1.8.22 1.21. خب حالا یه دونه A اینجا یه دونه A هم اینجا یعنی امیر کرافت. باشید من یک سورد بردارم اینا رو بکشم. بهتون قول میدم بعدا اینا رو بکشید دیگه هیچ. بعد از بهتون قول میدم که اگه AFK کنید خیلی سریع ساخته میشه. خب من روز نشده. خب حالا بگید چطوری دیدید اسپان چقدر تند اسپان شدن. حالا حتما بگید که حالا چطوری من یه صورت برمیدید. بعد اینجا باید بدونه اسلام از هر تیم خواستید بعد دیگه بذارید این بلاک رو اینجا نه. ببینید من الان یه به اشتباه کردم و دوباره باید اینجا رو ببندم و دوباره باز. بچه دیدید اسپان شد همش AFK. خب یه طرف تو اینجا یا اینجا ببندش. این همین یه دونه رو خراب کنید بس. میتونید اینو یه بلاک از هوا بیشتر درست کنید که راحت بتونید بکشیدشون ولی من میخوام از اینجا بکشم. خب ببینیم خودت حالا تست نکرده. میخوام برم توی AFK میخوام ببینم میتونم من با شمشیر چوبی بکشمش. اگه شد لایک کن، اگه هم نشد ساب کن. اگه شد هم لایک هم ساب کن. میشینم بچه اینجا رو استوب میکنم تا AFK هم تموم شه. خب بچه طبق چیزی که تو تصویر نوشتم لطفا لایک کنید. خب فکر کنم ما بهمون اسپان شد. بله حالا تایم رو روز میکنیم.
اسپایدر با یک لایستونیا. بچه میتونید اینو یکی از هوا بیشتر یکی ببریدش بالا، نه اینکه اینا رو کم کنید 18 تا بشه ارتفاع، ولی یه دونه ببریدش بالا که راحت بیاید اینجا بشینید و پاپ بزنیدش. میتونید یه کاری کنید، حالا خودم نکردم، اگه نشد ببخشید. اینجا رو بگیرم، اینجا رو اسلپ بزنم. اگه شد لایک کنید، اگه نشد بی زحمت لایک کنید. من مثل بقیه یوتیوبرها نیستم که اولین کامنت لایک نکنم. اولین کامنت لایک میشه و پین میشه. صداهای منکرفت واقعا از خود کنه. AFK میکنیم بچه. AFK رو خیلی زمان میبره، پس زحمت ببخشید، بی زحمت ویدیو رو لایک کنید و ساب کنید تا من اینجا AFK کنم و بیام. خب بچه از AFK در میاییم. یک تا این چند تم داره بایدید سروایبل کنم. دابل فست حتما باید بزن بچه. من میرم تو AFK بچه. من اینا رو میکشم. میخوام اسکلتون رو هندد اسکلایم چی میگفت حتی این هر کلام دوست داشت. من خیلی آموزش های ماینکرافت میخوام شروع کنم. این اولین ویدیو من. اگه طولانی شد خیلی ببخشید نیم ساعت دیگه، تقریبا نیم ساعت شده، ولی سعی کردم ویدیو رو کوتاه بذارم ولی نتونستم. شبی که چرا اون سرد چوبی برداشتی با اون وقتم ندارید. میخوام بهتون نشون بدم که ماینکرافت تواناست. ببین بچه راستی حالا حتما بگید که چرا تو کوچیک‌ترا رو هم نمی‌کشید. چه بعضیاشون رو می‌کشم ولی از این سایز به از این سایز به بالا دمیج میدم، ولی کوچولوهاش نمیتونن دمیج بدن. ترسیدم. خب چوبی رو برمیداریم میریم سروایبل ببخشید حواسا نبود، میخواستم از یعنی راحت میتونید نباید خیلی نزدیکشون شید. دیدید؟ میتونید این روش هم استفاده کنید. میتونید 2 طبقه کنیدش رسیستیو کنم. میتونید 2 طبقهش کنید، یعنی اگه آموزش 2 طبقه کردن رو میخواید به 3 تا لایک برسه، به 3 تا لایک و 3 تا ساب برسه. دوستتون دارم. ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. دوستتون دارم. خداحافظ. لاستی لایک و ساب یادتون نره.